بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که 7 چیز است حتی بعد از مرگ فرد در جهان آخرت عالم برزخ اجر و پاداشش به شکل وافر میرسه. از این جمله یکی عفر چای آب است که مردم از او استفاده میبرند. جای سپاسگزاری است و جای خوشحالی است که باز ما مصدر خدمت به هموطنان عزیز خود واقع شدیم. در قره‌باغ منطقه نوابات موسوی عفر چای آب شده است و انشالله هموطنان عزیز ما بتوانند که سالیان متمادی از این چای استفاده کنند و برکت ببرند. فراموش نکنید که هیچ چیز در پله میزان حسنات فرد مؤمن در روز آخرت از فراموش الله متعال نمیشه، ولو اینکه به اندازه 1 ذره باشه و الله متعال او را به حساب در خواهد آورد. عزیزایی که سهم گرفتن از اینا ما سپاسگزار است. مقابل ذکر است که قمر چای 302 خود در اینجا حفر کرده است و ما تا آخر این سال نزدیک به 1000 حلقه چای آب در ولایات مختلف و مناطقی که آب مردم با قلت آب روبرو هستند انشاءالله این چای را حفر میکنیم. با عزیزی در این منطقه صحبت میکنیم. جناب قاری صاحب خوب هستین؟ الحمدلله، شکر، فضل خدا. زنده باشید. میشه که بگین که چقدر ضرورت احساس میشد که اینجا چای آب باید حفر شود؟ ضرورت خیلی نیازمند بود به خاطری که در اینجا این تو حفر چای دیگر نبود. مثلا 2-3 تا بمبک بود کلی خراب بودن. این مسجد یک بمبک داشت که مثلا نفوس از این ساحه کلی میبندی جمع میشدن 2 ساعت 1.5 ساعت نفر از اون خراب شد بین رفت. ان شاء الله مشکلات هموطنان ما با این چای حل میشه. حل میشه ان شاء الله. تا اندازه حل میشه و دیگه آینده تقاضا داره که این تو مثلا مسجد و در پالوی مسجد و در قریب دیگه می خدمت های شما زیاد باشه بهتر است. ان شاء الله ما داریم. حتما نماینده ما اسمت الله جان تصمیم میگیره. من با این دوستکای خرد صحبت میکنم که قبلا از کجا آب می آوردن. خوب است خردترک؟ بخیر هستیم. فارسی میگی پشتو؟ پشتو نم دسته ده؟ نوید جان. ورسته چې دغلته سامون وباسو تاسو وبو د کوم ځای هغه کړی وو؟ لرې زینم راوړو اوس د زینه وړو. خوښه یې انشاءالله اوس؟ خوشحاله یې؟ ښه یم. د دغه لاندې ځای نه؟ څو ساعته څو دقیقې لاره وه؟ نیم ساعت. اوه ماشاءالله صاحب. پیش از اینکه آب عفر شوه آب از کجا می آوردی؟ آب از خیلی جای می آورد، از خیلی جای دور می آوردیم، حالا از جا میاریم. خوشحال هستی حالا؟ چقدر؟ خیلی زیاد یا کم؟ زیاد هستیم. نشان بده در دستت. اوه چقدر کم است؟ خوش کم است. این که این خوارکای ما گپ میزنم. شما صحبت میکنین؟ شما نوم دسته ده؟ اسنا جان سبق خوایی؟ دغه چا اوس خوخه چې دلته عفر شوی ده؟ ډیر کلک؟ ډیر. آه ماشاءالله. مننه. خب دوستان عزیز این روند ادامه داره. بازم ما یک بار دیگه تذکر میتم ما پلان داریم که جای مختلف و ساعت مختلف این حفاری ها را کنیم. لینک ها مشاهده میکنین. ما در کمال امانت داری این وظیفه را اجرا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.